در مرکز نگهداری موقتی مهاجران یگاروف امروز روز خوب است. هموطنان برای مهاجرانی که در انتظار دپارت و یا اخراج شویند محصولات غذایی و دیگر مواد ضروری را آوردند. این کمک نه از سوی یگان سازمان خیریوی بلکه از جانب اختیاریان و افراد علاهیده است که نسبت تقدیر این مهاجران به تفاوت نیستند. محمد در کار گروه اختیاریان شرکت کرده به مهاجران رایگان کمک حقوقی می‌رساند. با وجود سرکاری این جوان فرصت یافته به پول به مهاجران مشورتی حقوقی می‌دهد. از این کار او یک تین هم درآمد نمی‌بیند. مهاجران مشکلات زیاد دارند. در بیشتر موارد ما با کمک اختیاریان تابوت مهاجرانی را که بنابر حادثه های ناخوش می‌افتند به وطن انتقال می‌دهیم. در برابر این به مهاجرانی که در روسیه به مشکل روبرو می‌شوند پول جمع آورده با مساعدت کنسولگری تاجیکستان در مسکو آنها را به خانه بازپس می‌فرستیم. در حالی که محمد به فعالیت خیریوی وقت جدا می‌کند، زرنگار تنها با رسانیدن کمک حقوقی مشغول است. او هم به طور رایگان اما اساساً به مسئله مربوط به زنان مهاجر سر و کار دارد. او فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی خکس را با بهای اعلی ختم کرده است. حتی هنگام رخصتی حامله‌داری نیز نمیتواند از کسب دوست داشته‌اش کنار برود. هرچند فرزندش همگی 1 سال دارد. برای زرنگار رسانیدن کمک حقوقی از یک سو کسبیتش را حفظ می‌کند، از طرف دیگر برای هموطنانش ضرور است. در بعض مرافعه های دادگاهی او را برادر و گاه فرزند شیرخواره‌اش همراهی می‌کنند. ما حالا کارمند اختیاری هستیم ولی در آینده می‌خواهیم که به سطح بالاتری سازمان‌های حقوقی برسیم. یعنی از ما متخصصان جوان فردا حامیان حقوق خوب آماده می‌شود. به نقل بختیار بیشتر کار حقوق شناسان از جمله زنگ‌های تلفنی نیز رایگان است. از جمله زنگ‌ها به پلیس، جستجوی آدمان در شعبه‌ها و معین کردن سبب بازداشت مهاجران. چون این تلاش‌ها معمولاً نتیجه می‌دهد و بازداشت شده‌ها را رها می‌کند. فعلا در مسکو چند گروه حقوق شناسان رایگان عمل می‌کنند که حدوداً از 10 نفر عبارتند. تقریبا همه آنها کاری مزدناک دارند. هرچند همه این افراد صاحب معلومات حقوق شناسی هستند، اما با تعدادی کمی این افراد امکان می‌دهند که از روی اختصاص فعالیت کنند. من از این تجربه حقوقی میگیرم. یعنی تحصیل 5 ساله‌ای من بیهوده نیست. یعنی دست کمک و فایده رساندن به نفره. شما به دلخواه مرکزی حقوقی بروید، در آنجا مشورت اول بی پول و مشورت دوم پولکی است. اما در اصل آنها هیچ کار نمی کنند. تشبث حقوق شناسان رایگان از حامی حقوق والنتینا چوپیک است. او بر این است که مهاجران نوابسته از کشور اصل باید به همدیگر کمک رسانند. با مرور زمان به هنگام تعلیم دادن در مکتب مهاجران، جایی که چوپیک به پول اساسهای حمایت از حقوق خود را درس می‌دهد، او از حساب متخصصان حقوق شناس گروه اختیاریان را تأسیس داد.